روزی غریبه‌ای وارد شهری شد، وسط میدان ایستاد و با صدایی بلند گفت: من میتوانم آینده هر کسی را فقط با نگاه به چهرش پیش بینی کنم. مردم کنجکاو شدند. مرد جوانی جلو آمد و پرسید: آینده من چطور خواهد شد؟ مرد نگاهی به او انداخت و گفت: تو همیشه یک کارمند ساده خواهی ماند. چون از یادگیری چیزهای جدید میترسی، همه با تعجب به هم نگاه کردند. مرد دیگری جلو آمد و گفت: و من؟ غریبه به او نگاهی کرد و گفت: تو همیشه حسرت زندگی دیگران را میخوری، چون هیچ وقت جرأت شروع کردن نداری. مرد سوم با نگرانی جلو آمد و گفت: من چطور؟ غریبه لبخندی زد و گفت: تو همیشه منتظری که زمان مناسب برسه، اما اون زمان هیچ وقت نخواهد رسید. سکوت عجیبی بین مردم افتاد. یکی از میان جمعیت گفت: یعنی هیچ راهی برای تغییر آینده نیست. بعد نگاهی به جمع انداخت و آرام گفت: آینده شما همین لحظه‌ای هست که دارید تلفش می‌کنید. منتظر شرایط ایدئال نباشید. آینده ساخته می‌شود، نه پیش بینی.